لاینهای برق را کی دزدی کرد؟ قصر دارلمان کی به ویرانه بدل کرد؟ ارگ دارالخلافه افغانستان کی به کنگاله تبدیل ساخت؟ این بدبختی های شما بود که طالب زایده شد. طالب به وجود آمد. این ظلم و وحشت شما بود که به طالب ملت افغانستان لبیک گفت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله. این جفای شما بود به نام قوم و به نام مذهب که طالب زایده شد. طالب افغانستان را در ضرب 2 سال تا کلاه به شما لندغرها را دوام. شما به کدام چشم سر طالب تخت و تاج میکنین؟ طالبی که عزت مردم افغانستان را دوباره آورد. از ترس شما قوم پرستا مردم جوانای دختر جوان کابل از مکریان ها خودکشی نکرده.